دوستان سلام، وقتتون بخیر. امروز ما میخوایم در مورد نقش حمایت و مقاومت توی سهم‌ها باهاتون صحبت کنیم. چون آموزش حالا روی پاورپوینت داده بودم، خواستم شما بدونید که چجوری توی سهمی این حمایت و مقاومت میتونه نقش خوبی رو ایفا کنه و کجاها به دردتون میخوره، طریقه کشیدن خط روند چیه و یه سری مسائل خیلی مهم که واقعا به درد بخور هست. ببینید، ما میگفتیم مقاومت یعنی جایی که عرضه زیاد میشه و سهم اونجا افت میکنه و انتظار میره که مردم هیجانشون واسه فروش بیشتر بشه و معمولا سهم توی اون نقاط یه افت میکنه و میرسه به جایی که دوباره سهم میخواد حمایت بشه. ببینید خیلی راحت من اینجا یه موضوع دیگر رو بهتون بگم. یه موضوع ما داریم به نام پول بک که توی این پول بک هم یه سری اتفاقات جالب میفته و شما میتونید خیلی جاها ازش استفاده کنید. ببینید ما توی بحث حمایت و مقاومت چند تا مورد داریم که هر قله‌ای واسه ما یه مقاومت محسوب میشه، قله های قبل، و هر حفره هایی واسه ما نقش حمایت رو بازی میکنن. الان مثال میزنم براتون که کاملا متوجه بشید. اول اینکه این نقطه رو در نظر بگیریم. این نقطه واسه ما میشه نقطه مقاومت، یعنی سهمی که الان اینجا هست واسه ما اینجا واسهش میشه نقطه مقاومت. اومده سهم دقیقاً به اینجا خورده و افت کرده. یه بار دیگه اومده رفته بالا، نتونسته پر قدرت رد کنه، دوباره افت کرده. این سری اومده اینجا رد شده، حتی یه دور بالا رفته، پایین اومده و ما به این برگشت سهم به مقاومتی که شکسته شده یا حمایتی که شکسته شده میگیم پول بک. و دقیقا میبینید که اینجا نتونسته پرقدرت رد کنه، نزول کرده، اینجا اومده رد کرده، با کندل قوی هم رد کرده. ببینید این پایین نگاه کنین، این حجمی که اینجا خورده نسبت به حجمایی که اینجا خورده قوی تره. پس میشه گفتش که اینجا اومدن دقیقا روی این نقطه سهمو با حجم بالا مقاومت رو رد کردن و میبینید که بعدش هم رشد کرده. حالا یه دور دیگه اومده یه پول بک زده به مقاومتی که شکسته شده و بعد رشد کرده. حالا میان جلوتر ببینیم دیگه کجا چی میبینیم. اینجا هم میشه یه دونه مقاومت براش در نظر گرفت و خیلی هم جالبه. ببینید این یه مقاومت، بعد سهم اومده رشد کرده، رسیده به اینجا، زورش نرسیده و بعد افت کرده. یه نکته رو من بهتون بگم، این سهمی که ما داریم تحلیل میکنیم سهم همونجور که میبینید بیمه دانا هست. بعد توی وضعیت بدون تعدیل هم هست. حالا تعدیل شدهش هم دوباره مجدد بررسی میکنیم، تفاوتاش هم ببینید. حالا اینم جریان داره بهتون میگم. ببینید هر مقاومتی که شکسته میشه بعداً واسه ما حکم حمایت هم بازی میکنه. یعنی شما نگاه کنید اینجا یه مقاومت بوده، اینجا شکسته شده، حالا بعد نتونسته رد کنه، افت کرده، اینجا اومده رد کرده، یه دونه پول بک زده، اینجا حمایت شده. این همین جایی که مقاومت بوده یه روزی واسه ما، اینجا نقش حمایت رو بازی کرده. یه بار دیگه سهم رشد کرده، دوباره افت کرده، دوباره اینجا حمایت شده، دوباره رشد کرده. اینجا اومده حمایت شکسته. ببینید این حمایت اینجا شکست خورده، سنگین هم شکست خورده. اینجا حجم رو نگاه کنید نسبت به روزهای قبلش سنگین‌تر شکست خورده. اینجا اومده یه دور یه پول بک دیگه زده، میبینید، و بعد دوباره نزول. بریم جلوتر و حالا جالبه که حالا همین جایی هم که سهم الان هست یه بار دیگه اومده به همین
حمایته. اینجا میبینید یه کندل بزرگ خورده، حمایت شده. الان هم اگه سهم صف فروش هست بخواد بیاد پایین تر هم دوباره از همینجا احتمال داره برگرده. یه نکته دیگه هم بهتون بگم در مورد نحوه کشیدن خط روندها. ببینید ما این خیلی مهمه. یه خط روند نزولی و مثلا من اول یه خط روند اینجوری بهتون بکشم ببینید از قله به قله دیگه و اینجا میتونه نقطه بعدی حمایت ما باشه. به این حمایتی که افقی هست ما بهش میگیم کلاسیک و به این مقاومتی که اوریب هست بهش میگیم مقاومت داینامیک. حمایت داینامیک هم داریم مثل اینجا. ببینید این میشه یه حمایت داینامیک. ببینید حالا من این رو یکم اینجا بکشم که متوجه بشید که این حفره به این حفره و نگاه کنید چه جالب، به این یکی هم واکنش نشون داده و بعد دوباره رشد کرده. ما برای سیگنال فروش چند تا نکته بهتون بگم. هر موقع یه حمایت از دست رفت، ببین اینجا حمایت داینامیک زودتر از کلاسیک به ما خروج داده و شما میتونستید اینجا از سهم خارج بشید. و اینجا یه مقاومت هم اینجا براتون بکشم، یه مقاومت از اینجا به اینجا. ببینید این یه مقاومت بوده، درسته؟ یه مقاومت اینجا برخورد خوب، اینجا هم برخورد خوب و میتونیم بگیم که اینجا اومده مقاومت رو شکسته، یه دونه پولبک کوچولو هم زده و بعد سهم رشد کرده. این مبنای خیلی خوبیه که شما تشخیص بدین که توی افتها کجا سیگنال خرید قوی واسه ما هست. و اینجا هم ببینید حتی همینجا فرض کن شما این یه دونه رو کشیدید، خب اینجا یه برخورد، اینجا یه برخورد، اینجا شکسته، درسته؟ اینجا میتونستید یه نوسان هم ازش بگیرید، بعد خورده به مقاومت و بعد ریخته. حالا ما نمیدونستیم که اینجا مقاومته ولی اینجا رو میدونستیم. چرا؟ اینجا یه حفره بوده دیگه، اینجا یه حفره است. من اینو تبدیل به خط کنم، شما اینجا یه دونه حفره میبینید، درسته؟ این حفره اومده خورده به اینجا، همون حمایتی که شکسته شده واسه ما نقش چی بازی کرده. ببینید چقدر قشنگه. اینجا یه حمایت بوده، اینجا اومده شکسته، بعد خورده به، یعنی شما میتونستی از این نوسان بگیرید. اینجا مقاومت شکسته شده، یه پولبک اینجا زده، بعد رفته اینجا رشد کرده، خورده به این مقاومت و بعد ریزش کرده. سری بعد، حالا من اینا رو چون تبدیل کردم به خط دقیق نشد ولی خب شما میتونید تبدیل کنید راحت تر بفهمید. برید ببینید سهما رو. و یه نکته دیگه هم بگم، من اینا رو پاک کنم یه چیزی هم بهتون بگم. اینجا تاریخ 10/10، خب یه مقاومت مگه ما اینجا نداریم؟ اینجا مگه یه مقاومت نیست؟ اینجاست. من خطیش کنم شما راحت میبینینش. این یه مقاومت سهم دقیقا خورده به اینجا و ریزش کرده. یه حمایت خیلی خوب هم ما اینجا داریم و اینم من براتون بکشم و برید خودتون توی سهمات ببینید. یه نقطه برخورد، 2 تا، 3 تا، 4 تا و هنوز این سهم جا داره تا به اینجا برسه. وقتتون رو بیشتر از این نگیرم، برید سهم‌ها رو کامل بررسی کنید. سوالی، ایرادی، چیزی هم داشت توی گروه بپرسید. کانال ما هم دنبال کنید که به مشکلی بر نخورید. هر سوالی، هر نظری داشتید توی کانال و گروه میتونید بپرسید. دایرکت اینستاگرام هم در خدمتتون هست. موفق باشید.